نصف شبه و توی خواب و خیال صدای بارون میشنوید و با خودتون اینجورین که خب حالا بارونه دیگه، چیز خاصی نیست. اما وقتی فردا صبح بلند میشید متوجه میشید که نه، انگار چیز خاصی بوده، چون به جای بارون از آسمون ژله میباریده. و این فیلم ترسناک یا انیمیشن ابری با احتمال بارش کوفت قلقلی نیست، بلکه واقعیت. سلام، من لیلا هستم از لنوت و امروز توی این صفحه از لنوت میخوام راجع به باران ژله‌ای اوکویل باهاتون صحبت کنم. توی آگوست 1994 توی شهر کوچیکی به اسم اوکویل توی ایالت واشنگتن هوا سنگین و ابری بود و همه اینجا احتمال میدادن که امشب قراره بارون بیاد و هیچ کس انتظار هیچ چیز غیر عادی رو نداشت. اما حدودای ساعت 3 نصف شب بود که بارون شروع شد. اما بارون مثل همیشه نبود. صدای عجیب و غریبی میداد، یعنی صدای برخورد بارون با سقف و شیشه ها شبیه یک بارون عادی نبود، شبیه تگرگم نبود. انگار یه چیز خمیری و نرم داشت با سطوح برخورد میکرد. مردم فردا صبح که از خواب بلند شدن و بیرون خونه ها رفتن دهنشون از تعجب باز مونده بود، چون همونطوری گفتم نه بارون باریده بود نه تگرگ باریده بود، بلکه زمین و درخت و حیوانات روشون پر از یک مایع خمیری و لزج ژله‌ای مانند چندش بود. اول همه فکر کردن شاید یه بارون عادیه، مثلا شاید یخ زده، نمیدونم شبنمی چیزی شده، اما وقتی بهش دست دادن فهمیدن که کاملا در اشتباه هستن و این بارون عادی حس شبیه لمس کردن یک موجود زنده است. هر کدوم از این توده ها بین 3 تا 5 میلیمتر اندازهشون بوده و گاهی یا به هم چسبیده بودن و تبدیل به توده بزرگ شده بودن یا خودشون یه توده خیلی بزرگتر از این اندازه بودن. این چیز چندش رو دیدید در نرفتید؟ بعد بهش دستم زدید. بعد میگن که مردم از عقلشون استفاده نمیکنن. خب از عقلتون استفاده کنید دیگه. رنگش تقریبا بیرنگ بود، اما میگفتن یه تهمایه های از سفید مرواریدی هم داشته. چرا انقدر به این ماده توجه کردیم؟ باشید در برید. بافتش مثل ژله یا ژله آلوورا یا مثل دست دادن به عروس دریایی بود، ولی خیلی سرد بود. میگن که نرم بود ولی به راحتی از بین نمیرفت. همه این توصیفاتی که میکنید رو اگه به من مثلا یکی توصیف میکردن میگفتم که آدم عاقل دست نمیزنه، فقط اون محل رو ترک میکنه. مثلا لازم هم نیست بقیه پرونده رو بخونم، اینجوریه که همین کافیه، بریم خونم. بعضی هم میگفتن که وقتی با دستمال یا بیل جابجاشون میکردی تیکه تیکه میشدن و از بین میرفتن و اگر روی پوستت میافتاد بعد اینکه از بین میرفت تا مدت‌ها جای حس سوزش و گزش داشتی. اگه تا اینجا، یعنی تا اینجای کار راجع به جنس و بو و ماده و این چیزاش حس نکردید که نکته عجیبی راجع به این قضیه وجود داره، باید بگم نکته عجیب‌تر این داستان اینه که وقتی این بارون اتفاق میفته هیچ ابر بارونزایی تو هوا نبوده، بلکه آسمون صاف بوده و اینا اینجوری بلوپ 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 از آسمون میافتادن پایین و همه اینجوری بودن که چقدر جالب، بریم بهشون دست بزنیم. اصلا اینا دارن میافتن که ما بهشون دست بزنیم. یعنی هوا صاف بوده و این قطرات و این توده ها از آسمون میافتادن، اما مثل بارون نبودن، بلکه انگار توده های کوچیک از ارتفاع خیلی زیاد یکی اینا رو پرت کرده پایین. انگار یکی رو ابر نشسته داشته با اینا بازی می‌کردن، اینجوری نه خسته شدم برو خونه‌تون. توی اوکویل فقط این بارش ها یک بار اتفاق نیفتاد، بلکه توی چند هفته چندین بار در مناطق مختلف اوکویل اتفاق افتاد و همیشه به همین شیوه تکرار میشد. یعنی هوا آنچنان ابری نبود یا اصلا ابر بارونزا توی آسمون نبود و این توده ها خود به خود شروع کردن از آسمون به زمین میافتاد. یکی از ساکنان راجع به این قضیه میگه که وقتی این توده روی شیشه ماشینم افتاد پخش نشد، بلکه انگار یک موجود زنده سعی داره خودشو به شیشه ماشینم بچسبونه، خودشو به اونجا چسبوند. ولی شاید فکر کنید این بارش مثلا چه چیز عجیبی داره. خب حالا یه توده ژله‌ای به جای آب داره از آسمون میافته زمین. خب این چه چیزش عجیبه؟ البته که تا اینجا خیلی چیزاش عجیبه، ولی شاید به خودتون بگید که حالا مثلا چه چیز عجیب‌تری راجع به این قضیه هست. راجع به این قضیه اون چیزاش عجیبه که بعد از این بارش ها مردم اون منطقه که بارش ها درش اتفاق میافتادن همه مریض میشدن. نه فقط مردم بلکه حیوانات خانگی هم مریض میشدن و هر چقدر تماسشون با اون بارون بیشتر بوده باشه شدت مریضشون بیشتر میشده. حتی بعضی از حیوانات خانگی میمردن. مریضشون چجوری بوده؟
علائم مریضی که مردم اوکفیل بهش مبتلا شده بودن سرگیجه، حالت تهوع، ضعف شدید، تب و یا مشکل تنفسی بوده. بعضی از مردم میگفتن که حس میکنن بدنشون داره از درون میلرزه و میسوزه. توی بیمارستان‌های محلی پر از مردمی شده بود که همه علائم بیماری ویروسی داشتن، اما وقتی ازشون آزمایش میگرفتن انگار هیچ ویروسی تو بدنشون نبوده. در عرض 2 روز بیشتر از نصف شهر مریض شده. همونطور که گفتن هر کس تماس بیشتری با ژل‌ها داشته بوده بیشتر مریض می‌شده و علائم مریضیش شدت بیشتری داشته. همونطور که گفتم یک سری گزارش‌ها راجع به مرگ حیوانات خونگی هم توی اوکفیل مشاهده می‌شد. و یکی از بارزترین گزارش‌ها گربه زن جوانی به نام دوریس نیکولاس بوده. این گربه بعد اینکه با یکی از این توده‌ها تماس داشته مریض میشه و در عرض چند ساعت میمیره. خود دوری هم تا چند روز تب و لرز شدید داشته و خوب نمیشده. بعد از این اتفاقات مردم میترسیدن که از خونه‌هاشون بیرون بیان و اون موقع اوکویل یه شهر خیلی کوچیک با جمعیت نزدیک 700 نفر بوده. بعضی سقف خونه‌شون رو با دستمال و بیل و اینجور چیزا تمیز میکردن که کمترین تماس با اون ژل‌ها داشته باشن، یا اگه توی یک منطقه ژل ریخته بود اطرافشون میبستن که بچه، افرادی، آدمی نفهمی نره به اون تماس پیدا نکنه. ولی خب یک سری افراد هستن که نفهمیت میزنن خودشونو و قطعا میرن و با اون توده ها تماس پیدا میکنن. و مدارس بعد اون اتفاق تعطیل شده بود و بدتر از همه هیچ مقام رسمی نبود که بهشون جواب روشنی بده و مردم اینجوری بودن که بهتره ما خودمون دست به کار بشیم. و خب مردم اینجوری بودن که حالا که مقامات دولتی بهمون جواب روشنی نمیدن خودمون دست به کار میشیم و اومدن یک سری نمونه جمع کردن و یک سری ویدیو گرفتن و یکی از این خانم ها که نمونه جمع کرد همون خانم دوری نیکولاس بود که گربهش رو از دست داده بود و این نمونه رو برای دکتر شخصیش فرستاد. دکتر دوری که اسمش دیوید لیتل بود به نوبه خودش، یعنی در حد توانایی خودش، این نمونه توده رو برای یک آزمایشگاه فرستاد و ازشون درخواست کرد که در اسرع وقت این توده رو براشون آزمایش کنن. و وقتی جواب برگشت همه رو شوکه کرد. جواب آزمایش اولیه میگه که این توده انسانی نیست، اما سلولهاش شبیه ساختار سلولهای انسانه. اما اگه زیر میکروسکوپ به این گلبولهای سفید نگاه کنیم هسته ندارن، یعنی این گلبولها نه دی ان ای دارن نه آر ان ای دارن. پس نتیجه میگیریم که این توده نمیتونه زنده باشه چون دی ان ای نداره، اما شبیه ساختار بدنی انسانه. برای مدت‌ها مردم تصور می‌کردن که شاید این بقایای یک انسان یا یک موجود زنده باشه که توی سطح هواه. اما سوال مهمی که توی این نظریه مطرح میشه که اصلا چطور ممکنه همچین توده‌ای بره توی آسمون؟ یعنی مثلا چیکار کردن که بقایای انسانی رفته تو آسمون بعد داره مثل بارون میباره زمین، اونم به این حجم زیاد؟ چقدر پس آدم کشته؟ همون یه شهر رو باید کشته باشن که انقدر توده بتونن ببارونن. وقتی خبر خیلی پخش میشه بالاخره وزارت بهداشت ایالت واشنگتن تصمیم میگیره که شاید بهتر باشه ما همین توده رو آزمایش کنیم. یعنی اصلا مهم نیست که تو این چند وقت چقدر مردم مریض شدن، شاید بعضیاشون از دنیا رفته باشن و اینقدر حیوان مردن و مردم دارن از ترس خودشون روانی میشن، ولی بالاخره این وزارت تصمیم گرفت این توده رو برای خودش ببره و آزمایش کنه. حالا نتیجه آزمایش وزارت بهداشت ایالت واشنگتن چی بوده؟ تو این مرحله اونا کشف میکنن که این توده ها 2 نوع باکتری انسانی داره. این 2 نوع رو من اسمش رو براتون میخونم ولی از اونجایی که با ترنسلیت عزیز تلفظشون رو چک کردم مطمئن نیستم زیاد درست بخونم. سدوموس فلورنسز و انتروباکتر کلوکی. این 2 نوع باکتری انسانی بودن که توی این توده کشف شدن. وزارت بهداشت ایالت واشنگتن میگه که هر 2 نوع این گونه ها توی بدن انسان ها یا محیط انسانی آلوده کشف میشن. پس در نتیجه وجودشون توی یک ماده‌ای که از آسمون وارده تقریبا غیر ممکن و ایمپاسیبله، یعنی امکان نداره. دانشمندان همچنین میگن که هیچ ساختار شیمیایی و صنعتی تو این توده وجود نداشته، یعنی نه از نفت بوده، نه از گازوئیل بوده، نه از پلیمر بوده، یعنی امکان نداشته ساخته دست بشر بوده باشه یا حتی از ذرات باقی مونده آزمایش‌های شیمیایی به وجود اومده باشه و یک ساختار کاملا طبیعی داشته.
و چون چندین آزمایشگاه و چندین اشخاص مختلف با همدیگه این توده ها رو آزمایش کردن و نتونستن به یک نظر واحد برسن، چندین نظریه اینجا مطرح میشه. نظریه اول چی بوده؟ نظریه اول راجع به این بوده که اون موقع نزدیکی‌های اوکویل یک منطقه نظامی وجود داشته که دولت آمریکا توی اون منطقه نظامی داشته یک سری بمب‌ها و یک سری سلاح‌های شیمیایی رو آزمایش می‌کرده. و برای همین بعضیا معتقدن که این توده‌ها ممکنه باقی مونده از یک بمب میکروبی بوده باشه و ممکنه نوع آزمایش برای بررسی تاثیر مواد بیولوژیکی روی یک جمعیت بوده باشه. چرا؟ چون این توده‌ها دقیقاً بعد از پرواز یک سری از هواپیماهای ارتش آمریکا شروع به باریدن در منطقه اوکویل کرده بودن. دومین نظریه اینه که این توده‌ها ممکنه باقی مونده مدفوع پرندگان بوده باشه که توی جو با رطوبت مرطوب شده باشن و این توده ژله‌ای رو ساخته بودن. میگه چقدر پرنده اونجا ریده. چرا باید نظریه مطرح بشه اصلا؟ مثل اینکه یک سری از افراد اونجا با من هم نظر بودن، چون اونا هم میگن که امکان نداره این حجم از توده ها بقایای مدفوع پرنده ها بوده باشه. خدا رو شکر. خدا مرسی. یکی اونجا فکر میکنه. یکی اونجا فکر میکنه مرضیه. سومین نظریه اینه که برخی از دانشمندان میگن یه سری پلیمرهای شیمیایی که مثلا توی آزمایشات نظامی یا توی کشاورزی استفاده میشن و مثل پلیمرهایی هستن که توی پوشک بچه‌ها به کار میرن و کارشون جذب رطوبته، اشتباهی وارد هوا شده باشن و اومدن رطوبت رو جذب کرده باشن و طی تغییراتی تبدیل به این توده‌ها شده باشن و به زمین سقوط کرده باشن. چهارمین نظریه که از نظر من عجیب‌ترین نظریه است اینه که این توده‌ها بقایایی از عروس‌های دریایی هستن که بدنشون از بین رفته و وارد جو زمین شدن و دوباره به زمین برگشتن که البته گوشیم افتاد. که البته این نظریه به نظر خودشون هم خیلی غیر ممکنه، چون از لحاظ چگالی و اندازه اصلا چجوری این رفته رو هوا و چجوری برگشته پایین ممکن نیست. از ماتریکس خارج نشدن؟ نه، ما از ماتریکس خارج نمیشه. نظریه خودم شاید این باشه که از ماتریکس خارج شدن. میدونم. و خب اینجا باید بگم که هم نظر من هم نظر دانشمندانی که این قضیه رو بررسی کردن اینه که قوی ترین نظریه ممکن همون نظریه آزمایش های نظامی هست که اطراف اوکویل اتفاق افتادن. توی دهه 1990 که این بارون‌ها اتفاق افتاد، توی شمال غربی ایالت واشنگتن یک محل آموزش نظامی وجود داشت که این محل برگزاری مانورهای بمباران و آزمایشات ارتش آمریکا بوده و شهر اوکسویل درست در مسیر هوایی یکی از این تمرین‌های نظامی قرار داشته. اوکویل فقط 80 کیلومتر با پایگاه هوایی نظامی مکفورد ایرفورس بیس آمریکا فاصله داشته. این پایگاه یکی از پایگاه‌های اساسی برای تمرینات تاکتیکی نیروهای هوایی آمریکا به شمار می‌رفته. توی هفته اولی که اولین بارش‌ها توی اوکویل اتفاق افتاد، مردم محلی گزارش دادن که چندین بار عبور هواپیماهای نظامی رو از بالای سرشون حس می‌کردن، اما ارتش آمریکا این قضیه رو رد کرد و گفتش که ما اصلاً از روی اوکویل رد نشدیم، اصلا به ما ربطی نداره، مثلا نزدیک اونجا نشدیم. ما اوکویل اصلا مثل دو تا دشمن میمونیم، دو تا خط موازی که قرار نیست از کنار هم رد بشیم، هم برخورد کنیم. و مردم اینجوری بودن که ما دیدیم هواپیماهاتون داره رد میشه، منظور چیه که ما رد نشدیم؟ توی گزارش ها میگن که توی این پایگاه ها یک سری بمب ها منفجر میشده که حاوی مواد منفجره نبودن، اما حاوی یک سری میکروب ها و مواد زیستی بی خطر بودن که مثل اینکه زیادم بی خطر نبودن، ولی حالا پایگاه های نظامی بر این باور بودن که اونا بی خطر. یک سری از کارکنان سابق اون پایگاه‌ها میگن که توی اون زمان توی اون پایگاه‌ها داشتن یک سری مواد بیولوژیکی رو امتحان میکردن و اونا رو توی جو پخش میکردن تا ببینن تاثیرشون توی جو چه شکلی بوده. کارکنان سابق میگفتن که این آزمایش‌هایی که انجام میدادن کاملا بی خطر بوده، اما ممکنه که این میکروب‌های بی خطری که اونا فکر میکردن بی خطره توی جو یک سری تغییرات انجام بدن یا اصلا تغییرات انجام ندن و همینجوری عادیشون هم با یک سری آلرژی و حساسیت توی انسان‌ها و حیوانات خانگی شده باشه. اما میدونید چی ترسناک‌ترش میکنه؟ اینکه شاید ما داریم راجع به اوکویل این قضیه رو به عنوان نظریه مطرح میکنیم که دولت آمریکا توی اوکویل داشته آزمایش انجام میداده، اما توی دهه 50 تا 70 میلادی
آمریکا واقعا به این کار اقرار کرده. توی دهه 50 تا 70 میلادی نیروی ارتش آمریکا و نیروی دریایی آمریکا توی غرب کشورشون یعنی سواحل سانفرانسیسکو و شمال واشنگتن اومدن یک باکتری بی خطر رو روی جمعیت اون مناطق آزمایش کردن. توی این آزمایش اینا این باکتری رو در معرض باد قرار دادن تا ببینن الگوی پخشش بین جمعیت چجوریه. مریضین؟ یعنی چی الگوی پخشش بین جمعیت چجوریه؟ گریه میکنم الان. و بعد از اینکه این آزمایش انجام شد چندین مورد عفونت انسانی توی اون شهرها گزارش شد. بنابراین تئوری این که اونا توی دهه 90 هم بخوان از همچین روشی برای آزمایش کردن سلاحاشون استفاده کنن همچین دور از ذهن هم به نظر نمیاد. و باید بگم که هیچ مدرک رسمی وجود نداره که ثابت کنه آقا ارتش آمریکا داشته توی اوکویل آزمایش انجام میداده. اما با توجه به چیزایی که اونجا اتفاق افتاده و ورود و خروج هواپیما توی منطقه هوایی اوکویل و همچنین سابقه خراب ارتش آمریکا توی این کار، این تئوری بزرگترین تئوری هست که توی این پرونده مطرح میشه. مردم اوکویل بعد از حادثه اصلی که توی 7 آگوست 1994 اتفاق افتاده، همونطور که گفتم چند بار دیگه هم شاهد این بارش‌ها بودن، اما به طور ناگهانی این بارش‌ها بعد از چند هفته کاملا قطع میشه، یعنی انگار از اول هم وجود نداشته و هیچ وقت دیگه نمیبارید. با این حال اثرش روی خیلی از افرادی که ساکن اونجا بودن باقی موند. یکی از این خانواده‌ها خانواده هیمن بودن که تا ماه‌ها بعد از بارش اصلی اون علائم رو توی وجودشون داشتن. علائم سرگیجه، حالت تهوع، تب و لرز و همه اینها تو بدنشون بود تا بالاخره بعد از چند ماه تونستن اون رو شکست بدن. توی سالهای بعد بعضی از افرادی که تو اون دوران ساکن اوکویل بودن تصمیم گرفتن که اون منطقه رو ترک کنن و از صحبت کردن راجع به اون اتفاق خودداری میکردن. حتی وقتی از بعضی از این افراد راجع به اون بارون میپرسیدیم میگفتن که اون بارون یک بارون عادی نبوده. توی دهه 2000 و توی دهه 2010 یک سری شبکه‌های تلویزیونی مثل Unsolved Mysteries و The History Channel دوباره سراغ ساکنان رفتن و ازشون مصاحبه گرفتن و تمام منابع رو دوباره بررسی کردن، اما هیچ نتیجه‌ای پیدا نکردن. چرا؟ چون نمونه‌هایی که از اون توده‌ها جمع‌آوری شده بود از بین رفتن. البته یک سری از مردم بر این باورن که دولت فدرال آمریکا اون نمونه‌ها رو جمع کرده تا از آزمایش بیشتر روی نمونه‌ها جلوگیری کنه. اما در کل وزارت بهداشت اینجوری بود که به خاطر عدم نگهداری مناسب این توده‌ها ما توده‌ها رو از دست دادیم به دلیل قانع کنندگی. من به مردم اون منطقه کاملا حق میدم که باور داشته باشن که خود دولت نمونه‌ها رو جمع کرده. تصور کنید که 30 و خورده ای سال از اون اتفاق گذشته و هنوز مردم اون منطقه هیچ جواب قطعی راجع به اتفاقی که براشون افتاده دریافت نکردن. آزمایش‌ها نتایج مشخص و یکی نگرفتن، نمونه‌ها گم شدن، اسناد محرمانه است و هنوز هیچ کس بهشون یک جواب قاطعانه و روشن نداده. شما فکر می‌کنید اون چیزی که از آسمون افتاد یک پدیده طبیعی بوده یا نه بخشی از یک آزمایش بوده که ما هیچ وقت قرار نیست راجبش بفهمیم و جایی بین آسمون و زمینه که حقیقت واقعی پنهان شده و شاید وقتی بارون بعدی میباره اون چیزی که روی پوستت میفته آب معمولی نباشه. اگه این صفحه از لعنات براتون جذاب بود حتما توی کامنت ها بهمون بگید. لایک و سابسکرایب یادتون نره. تا صفحه دیگه از لعنات بدرود. شروع کنم. جدی شروع کردم. اوه خب افتادم. چی میکنی اونجا؟ از دست داده بود و این نمونه رو برای دکتر شخصی و این نمونه داداش الان وقت خوندن نیست داداش. داداش برو در خدا داداش. وای لیلا خیلی صداش بلنده. در خدا چی جون مادرت. وای. داداش تو داری من اذیت میکنی. برو برو ادامه بده. صداش میاد؟ رسا